سلام، من میلادم. خیلی خوش اومدید به یک قسمت دیگه از ویدیوهای آموزشی ماینکرافت. توی ویدیوی امروز قرار روش ساخت فارم تمام اتوماتیک پشم گوسفند یا همون وول فارم رو آموزش بدم. فارمی که امروز میخوایم بسازیم کاملا اتوماتیک، خودمون نباید کار خاصی انجام بدیم، به صورت کاملا اتوماتیک بهمون یک عالمه پشم گوسفند میده توی رنگ‌های مختلف و میتونیم ازشون استفاده بکنیم برای ساخت و ساز و درست کردن چیزهای مختلف. اما قبل از هر چیزی چند تا نکته راجع به این گوسفندها بگم و بعد بریم سراغ آموزش فارممون. اول از همه این که با شیر اگر روی گوسفندها راست کلیک بکنیم میتونیم پشماشون رو به این صورت به دست بیاریم. یک نکته خیلی مهم دیگه ای که وجود داره اینه که اگر اینجا دیسپنسر داشته باشیم و داخلش یک دونه شیر بذاریم، اگر یک دونه از این گوسفندهامون مقابل این دیسپنسر قرار بگیره و این دکمه رو بزنیم، همینطوری که میبینید با استفاده از دیسپنسر هم میتونیم همین کار رو انجام بدیم و پشم گوسفندها رو بزنیم. نکته بعدی که باید بدونیم اینه که چه زمانی دوباره اینها پشماشون در میاد. همونطوری که میبینید اینجا الان زیر پای اینها یک تعدادی از این گرس بلاک ها هست یا چمن دارن زیر پاشون. زمانی که اینها چمن ها رو بخورن، این چمن ها مثل اینجا تبدیل به درت میشن و بلافاصله بعدش پشم این گوسفندها در میاد. حالا اگر یک مقدار اینجا صبر بکنیم میتونیم در اومدن پشم این یکی هم با هم دیگه تماشا بکنیم. اما یک مسئله‌ای که وجود داره اینه که میتونیم گوسفندها رو با استفاده از گندم به این صورت بریدشون بکنیم تا بچه دار هم بشن. رنگ پشم بچهشون متناسب هست با رنگ پشم پدر و مادرشون. اینو توی ویدیوی آموزش رنگ‌ها یا همه چیز درباره رنگ‌ها اونجا مفصل‌تر و کاملتر توضیح دادم که چطور میتونیم اینها رو رنگ بکنیم و رنگشون چطور تعیین میشه، رنگ بچه‌ها در واقع چطور تعیین میشه. فقط یک نکته رو می‌خواستم بگم که اگر یک دونه رنگ توی دستمون بگیریم و باهاش روی گوسفندمون راست کلیک بکنیم، رنگش تغییر میکنه و خب میتونیم پشم رنگ‌های دیگه‌ای رو هم به این طریق به دست بیاریم. خب بریم سراغ آموزش این فارممون. چیزایی که نیاز داریم چیزای زیادی نیست. یک دونه دیسپنسر میخوایم، یک دونه شیر میخوایم، یک دونه ابزرور میخوایم و یک دونه ردستون داست به اضافه یک دونه ریل و یک دونه ماینکارت با هاپر. علاوه بر اینا یک تعدادی بلاک و یک تعدادی شیشه و یک تعدادی از این گرس بلاک ها هم نیاز داریم. اما اون چیزی که من اینجا میخوام بسازم فقط یک بخش کوچیک از این فارمه. همین چیزی که من اینجا میسازم رو اگر دوباره تکرار بکنیم و تعداد بیشتری ازش بسازیم، میتونیم فارممون رو گسترش بدیم و تعداد بیشتری از گوسفندامون رو داخلش قرار بدیم تا تعداد پشم بیشتری بهمون بده. اول از همه اون جایی که فارممون رو قرار بسازیم مشخص میکنیم یک دونه از این ریل ها رو روش قرار میدیم و یک دونه ماینکارت با هاپر هم بالای اون میذاریم. اطرافش رو هم بلاک میذارم که این حرکت نکنه و بالای این هاپر باید یک دونه از این گرس بلاک ها باشه، جایی که گوسفند هامون رو قرار بالاش بذاریم تا اینجا زندگی بکنن و پشمشون رو بتونیم جمع بکنیم. اما اطراف این گرس بلاک رو هم کاملا گرس میذاریم به این خاطر که زمانی که گوسفندامون این چمنهای اینجا رو بخورن و این تبدیل به درت بشه، این اطراف باید باز هم چمن داشته باشیم تا این درت وسط رو بتونن دوباره تبدیل به چمن بکنن. اگر اینجا تبدیل به درت بشه و اطرافش هیچ چمنی وجود نداشته باشه، این دوباره تبدیل به چمن نمیشه و گوسفندامون دوباره نمیتونن چمن بخورن تا پشمشون در بیاد. کار بعدی که بعد انجام بدیم اینه که این قسمت پشتی فارممون رو یکی از این بلاک ها رو برداریم و یک دونه ابزرور به این جهت قرار بدیم. یعنی داره این ابزرورمون این بلاک اینجا رو نگاه میکنه و هر تغییری که تو این بلاک اتفاق بیفته این یک سیگنال ردستونی بهمون میده. حالا بعد یک دونه از این دیسپنسرها رو دقیقاً بالای این ابزرور قرار بدیم به این صورت که روش به سمت این بلاکیه که قرار گوسفندامون رو داخلش بذاریم. پشت این قسمت رو هم اینجا پشت ابزرور یک دونه بلاک میذارم و بالای اون هم یک دونه ردستون داست میذارم که ابزرورمون رو به این دیسپنسر وصل بکنه.
من الان یک تعدادی از این ردستون داستا رو واسه تست اینجا میذارم. الان اتفاقی که میفته اینه که این بلاک وسط‌تر تغییری که توش اتفاق بیفته، ابزروری که اینجا گذاشته بودیم این تغییر رو شناسایی میکنه، با این سیگنال ردستون به این دیسپنسرمون یک سیگنال میفرسته تا یکی از این آیتمایی که داخلش هست رو پرت کنه بیرون. الان اگر اینجا این تغییری بکنه میبینیم که یک دونه از اینها پرتاب شد. حالا اگر اینو بردارم یک دونه دیگه هم بعد پرتاب کنه، اگر بذارمش باز یک دونه دیگه هم بعد پرتاب کنه. هر تغییری که اینجا اتفاق بیفته یک دونه از این آیتم ها رو به بیرون پرتاب میکنه. الان کاری که ما میخوایم اینجا انجام بدیم اینه که یک دونه شیر بذاریم داخل این دیسپنسر و این قسمت رو هم دورش رو به این صورت شیشه بکشیم و این میشه جایی که قرار گوسفندهامون رو بذاریم داخلش. اینجا مهمه که حتما شیشه بذاریم به این خاطر که اگر بلاک دیگه اینجا گذاشته باشیم باعث میشه که این چمنها خراب بشن و تبدیل به درت بشن و دوباره نمیتونیم اون قسمت وسط رو تبدیل به چمن بکنیم. اما اینو زمانی که اینطوری درست کردیم بعد گوسفندهامون رو بذاریم داخل این محفظه اینجا. گوسفندا هر زمانی که چمنهای زیر پاشون رو بخورن همونطوری که گفتم باعث میشه که اون چمنه تبدیل به درت بشه و ابزروری که اینجا گذاشته بودیم متوجه این تغییر میشه و باعث میشه که این دیسپنسری که اینجا گذاشتیم با شیرهایی که داخلش هست چمنهای در واقع پشمهای این گوسفندی که تازه پشماش در اومده رو دوباره بزنن و پشماشون میفته توی اون محفظه‌ای که اونجا درست کردیم و با استفاده از این ماینکارتی که اونجا گذاشتیم اینها جمع میشن. حالا اگر یک مدتی صبر بکنیم این گوسفندی که اینجا گذاشتیم چمنه رو میخوره و میتونیم با هم دیگه ببینیم که چه اتفاقی میفته. خب این گوسفنده فعلا تصمیم نگرفته هنوز که از این چمن رو بخوره. تا موقع بیشتر راجع به این قسمت توضیح بدم. داخل این محفظه‌ای که درست کردیم تا 24 تا گوسفند میتونیم بذاریم به این خاطر که زمانی که اون چمن زیر پاشون رشد کرد بلافاصله حداقل یکیشون شروع کنه به خوردن چمنها و پشمش دوباره در میاد و بلافاصله این سیستم اون پشماشو میزنه. اما یک کار دیگه که میتونیم انجام بدیم اینه که همین چیزی که اینجا درست کردم و ازش چند تا دیگه تکرار بکنیم. اینم همونطوری که الان دیدید بلافاصله بعد از اینکه چمن رو خورد پشماش هم زده شد و اومد اینجا. از اینجا میتونیم پشماش رو برداریم. اما خب این قسمت فارممون تمومه. بهترین کار اینه که داخلش یک تعداد دیگه هم گوسفند اضافی بکنیم. اما همونطوری که داشتم میگفتم میتونیم تعداد بیشتری از این فارم ها رو کنار هم دیگه درست بکنیم به این خاطر که تعداد بیشتری گوسفند داشته باشیم. میتونیم حتی هر کدوم از اینهایی که درست میکنیم و مخصوص یک دونه رنگ خاص از گوسفندها بذاریم. مثلا 16 تا بخش مختلف از اینها درست بکنیم هر کدومش برای یک دونه رنگ خاص. اما کاری که میخوایم توی ادامه این ویدیو انجام بدیم فقط درست کردن این سیستم جمع‌آوریشه تا بتونیم یک سیستم جمع‌آوری بهتری داشته باشیم برای زمانی که اینها رو البته تعداد بیشتری کنار هم دیگه درست کرده باشیم. خب فعلا سیستم جمع‌آوریمون این ماینکارت هاپریه که اینجا گذاشته بودیم. اینو فعلا برش میدارم و این قسمت رو میخوایم یک مسیری درست بکنیم کاملا ریل بکشیم. این ریل رو از کجا باید بکشیم؟ تصور کنید که این قسمت این فارم ها رو همینطوری دارید چند تا دیگه هم از اینها میسازید. اینا هر کدومشون یک فضای 3x3 میخواد. تصور کنید که اینجا مثلا یک دونه دیگه است، کنارش باز یک دونه دیگه است. البته اینها میتونن از یک دونه شیشه مشترک هم استفاده بکنن که فضای کمتری رو اشغال بکنن. مثلا فرض کنید که اینجا 3 تا و 4 تا از این فارم ها درست کردیم. کاری که میخوایم انجام بدیم اینه که این سیستم جمع آوریشون رو به جای اینکه هر کدومشون یک دونه از این ماینکارت ها زیرشون داشته باشن یک مسیری رو اینطوری ریل بکشیم تا یک دونه ماینکارت حرکت بکنه و کل این پشم ها رو جمع بکنه و یک گوشه ببره و خالیشون بکنه. خب این قسمتی که ته فارممون هست که از اینجا دیگه ریلمون ادامه نداره، یک دونه از این ردستون بلاک ها میذاریم، یک دونه پاور ریل هم بالاش میذارم، پشتش هم یک دونه از این بلاک ها میذارم که زمانی که ماینکارتمون رسید به اینجا دوباره برگرده به این سمت. این وسط ها هم یک چند جا رو میتونیم از این پاور ریل ها بذاریم که سرعت ماینکارتمون در طول مسیر کم نشه.
کار بعدی که بعد انجام بدیم اینه که اون قسمتی که قرار وسایلمون رو جمع بکنیم، پشم‌ها رو جمع بکنیم رو مشخص بکنیم. این قسمت انتهایی فارممون و آخر ریل ها رو یک دونه هاپر باید بذاریم و بالاش یک دونه پاور ریل به این صورت قرار میدیم. زیر هاپر هم صندوق هامو میذارم که تمام اون پشم‌هایی که این ماینکارتمون از اینجا حرکت میکنه و جمع میکنه میان در نهایت داخل این هاپر و از اونجا وارد این صندوقمون میشن. حالا اینجا یک دونه بلاک میذاریم این قسمت و یک دونه کامپریتور به این صورت اینجا قرار میدیم. یک دونه بلاک هم جلوی این کامپریتور میذاریم، یک دونه ردستون تورچ بالای این بلاک قرار میدیم. یک دونه بلاک هم باید اینجا بذاریم که بالای کامپریتور قرار بگیره و یک دونه ردستون داست هم بالای اون بلاک. یک دونه بلاک دیگه هم میخوایم که بالای این ردستون تورچمون قرار بدیم. این قسمت سیستممون هم کامل شد. اگر حالا یک دونه ماینکارت هاپر اینجا بذاریم این حرکت میکنه، تمام این پشما رو از اینجا جمع میکنه میاد اینجا و اینها رو خالی میکنه داخل این صندوقمون و زمانی که تمام چیزایی که جمع کرده بود اینجا خالی شد میبینیم که دوباره خودش برگشت و دفعه بعدی که میاد چون که توش خالیه دیگه اینجا وای نمیسته، ولی اگر تو این مسیر چیزی جمع بکنه زمانی که بیاد اینجا صبر میکنه، همه رو خالی میکنه و بعد دوباره حرکت میکنه و میره بقیه چیزها رو هم جمع میکنه. خب این قسمت آموزشمون هم تموم. هر تعدادی از این فارم میتونید شما بسازید کنار هم دیگه، هر تعدادی خواستید میتونید بسازید و این ریل ها رو میتونید ادامه بدید که زیر همشون حرکت بکنه. فقط 2 تا نکته رو حتما رعایت بکنید. یکی توی فواصل مختلف حتما از این پاور ریل ها بذارید و حتما یا زیرش از این ردستون بلاک ها داشته باشه که اینطوری اینها روشن بشن، فعال بشن، یا اینکه با یک دونه فاصله اینطوری میتونید زیرش یک دونه ردستون تورچ بذارید و بالاش رو از این پاور ریل ها بذارید تا اینها روشن بشن و باعث بشن که سرعت ماینکارتتون بیشتر بشه، وگرنه وسط راه ممکنه یهو یک جایی وایسته. نکته بعدی هم که بعد رعایت بکنید اینه که ریلتون رو توی یک مسیر بکشید که دقیقاً این بلاک‌های وسطی که قرار گوسفندهامون بالاش قرار بگیرن رو پوشش بده. این ریل باید از مسیری حرکت بکنه که بتونه آیتم هایی که داخل این قسمت ها افتادن رو جمع بکنه. پس حواستون باشه مثلا ریلتون رو این قسمت یا مثلا این قسمت نکشید، حتما باید دقیقاً از زیر این بلاک های اصلیمون، این بلاک های وسطیمون گذشته باشه تا بتونه اون آیتم ها رو جمع بکنه. خب اینم از ویدئوی امروزمون. فارم نسبتا ساده ایه ولی خیلی کاربردی و مهمه. میتونید یک تعداد خیلی زیادی پشم گوسفند توی رنگ‌های مختلف به دست بیارید. هر چقدر که حالا این فارمتون رو بزرگتر درست بکنید خب طبیعتاً تعداد پشمای بیشتری بهتون میده. به هر روشی که خودتون خواستید میتونید تزیینش بکنید، طراحیش بکنید توی اندازه‌های مختلف. میتونید چند تا کلاً از همین مثلا چیزی که ساختم حالت 4 تاییشو میتونید مثلا 4 تا اینطوری درست بکنید، یا یک دونه مسیر مستقیم 16 تایی درست بکنید، یا به هر روش دیگه‌ای که خودتون دوست داشتید میتونید این فارم ها رو بسازید و ازشون استفاده بکنید. خب امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و به دردتون خورده باشه، بتونید این فارم ها رو توی بازی های خودتون بسازید و ازشون استفاده بکنید. البته یک نکته ای رو هم بگم که این چیزی که من اینجا درست کردم برای اینکه بهتر دیده بشه کاملا بالای زمین درستش کردم، ولی خب خیلی بهتره که مثلا این قسمت ریل ها و ماینکارت رو کامل زیر زمین درست بکنیم. امیدوارم که بتونید اینو خودتون درست بکنید و به دردتون هم بخوره. اگر دوست داشتید این ویدیو رو حتما لایک بکنید، سابسکرایب به کانال یوتیوب رو هم فراموش نکنید و تا ویدیوهای بعدی خداحافظ.